17 مهر 1401 با یک جنایت بی‌نظیر در تاریخ ایران به ثبت رسید. روزی که زندانیان زندان لاکان رشت را همزمان با گاز اشک‌آور و شلیک و باتوم کشتند. مهرزاد بهروز جوانی 21 ساله بود، اهل روستای خمام از توابع رشت. او برای یک حکم کوتاه مدت زندانی بود و قرار بود که به زودی آزاد شود، اما در آن روز سیاه، زمانی که زندانیان عادی به دفاع از بازداشت شدگان نوجوان قیام برخاستند و علیه حکومت شعار دادند، در بندشان گاز اشک‌آور پرتاب کردند، در حالی که از گاز اشک‌آور در حال خفگی بودند و تلاش می‌کردند درها را بشکنند تا بتوانند از خفگی نجات پیدا کنند. با رگبار مسلسل و سپس با باتوم به جانشان افتادند. مهرزاد قهرمان و شجاع همراه با تعداد زیادی از همبندانش غرق در خون شد. در برگه پزشکی قانونی علت مرگ برخورد جسم فلزی سخت نوشته شده. صورتش کبود و سینه‌اش شکافته شده بود. پیکر مهرزاد رو شنبه 23 مهر 1401 به خانواده تحویل داده و اون رو تحت نظر ماموران حکومتی دفن کردند و حالا مهرزاد قهرمان ریشه در خاک قهرمان پرور رشت داره.